حکمت الله توجیک‌آبادی یکی از معروفترین از روحانیون سنتگرای توجیک روز 14 اپریل در زادگاهش در دهه غلمان نویه توجیک‌آباد به خاک سپریده شد. در ویدیویی که به دست اداره سامانه بامداد رسید دیده می شود که در نماز جنازه و مراسم دفن دامالله حکمت الله هزاران نفر از مریدان و پیروانش اشتراک دارند. دامالله حکمت الله شب 13 اپریل در روز اول ماه شریف رمضان در سن 80 از عالم چشم پوشید. به گفته نزدیکانش دامالله حکمت الله دوام روز صحت و بردم بود، ولی بعد ادای نماز خفتن در بستر خوابش ناگهان وفات کرده است. دامالله حکمت الله تعلیمات اولیه یا ابتدایی دینی را در دوران شوروی سابق در نزد مولا نعمت الله، دامالله جوربیک غرمی، دامالله نظری، دامالله خوجه کلابی، دامالله شیرعلی اندیجانی گرفته بعداً در نزد مولوی هندوستانی تحصیل کرده است. دامالله حکمت الله با آنکه در وادی رشت یک پایگاه اصلی مخالفین سالهای 90 زندگی میکرد، در کشمکش‌های سیاسی و مذهبی دوران جنگ شهروندی از حکومت جانبداری کرد و مردم را به قطع مخالفت مسلحانه و آشتی با نیروهای حکومتی دعوت میکرد. دامالله حکمت الله در نزد ریاست حکومت امروزه از جمله در نزد پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و نزدیکان او از احترام ویژه‌ای برخوردار بود و امام علی رحمان ضمن سفرهای کاریش به وادی رشت معمولا به خانه این روحانی معروف تشریف می آورد و از او زیارت می کرد.